خب امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید و انرژی داشته باشید برای پر کردن پرسشنامه. من قبل از اینکه فایل رو شیر بکنم یه چیزی به عنوان جمع‌بندی خودم دوست داشتم بگم که چیزی که من فهمیدم، چون دیدم الان آقای شریفی هم این سوالو کردن که نفهمیدم با مودشون چی کار بکنم. من دریافتم این بوده که تو این وبینار ما در واقع میخواستیم آگاهی از حال و هوامون داشته باشیم، نه اینکه بگیم چی کار میخوایم بکنیم، چجوری تغییرش بدیم. یه انگار تستی، یک مزه. دکتر همیشه تو دوره های تو وبینار یه مثال میزنن، میگن این وبینار برای اینکه شبیه اون بستنی که ما میریم تست میکنیم فقط مزه رو متوجه بشیم، یه چیز شبیه اونه. خب مسلما تو این 2 ساعت ما نمیتونیم به همه این سوالات جواب بدیم که مود اصلا چیه، مود کلا مفهومش چیه، مود من چیه، حالا من باید با مودم چیکار بکنم، چجوری تغییرش بدم. واقعا تو 2 ساعت خیلی سخت میشه به همه این سوالات جواب داد. بیشتر این وبینار من توضیح دادم سوال ایشون رو، ولی شاید اون موقعی که من داشتم این بحث رو مطرح می‌کردم ایشون نبوده پشت خط. من اتفاقا راجع به اینکه با مود چه بکنیم یه تقریبا فکر میکنم 40 دقیقه فقط راجع به این من داشتم صحبت میکردم ولی در حال بفرمایید شما. عالی. این پرسشنامه برای این پرسشنامه من یه لحظه فقط یه چیزی رو چک کنم. این پرسشنامه که ما داریم 30 تا سوال 3 گزینه‌ای داره. تمام گزینه‌ها ثابتن و برای پاسخ دادن به این پرسشنامه خیلی مهمه که شما موقعیت‌ها و تجربه‌های تکرار شونده رو در نظر بگیرید و نه اون حس و حال و تجربه که فقط امروز یا دیروز داشتید. این خیلی مهمه. و اینکه حتما 2 تا ستون مشخص بکنید، شماره هر سوال رو بنویسین، چون ما بعداً با شماره سوالا کار داریم، چون بعد مثلا 3 تا امتیازهای شماره رو بعد با هم دیگه جمع بکنید. و همین دیگه. این بریم سراغ سوال شماره 1. پس یه ستون داریم شماره سوالا، یه ستون داریم امتیازها که من تو سوال 1 میگم که شما کدوم سوال گزینه‌ها رو براتون میخونم. من یه ذره تو جابجا کردم. اگر هر سوالی هم متوجه نشدین، چون من تلاش میکنم که با یه سرعت آروم و شمرده بخونم، اگر متوجه نشدین تو چتروم بنویسید، من براتون سوال کپی میکنم. سوال شماره 1. گاهی حس میکنم با وجود همه سختی ها زندگی هنوز میتواند چیزهای تازه‌ای برایم داشته باشه. گزینه شماره 1 کاملا درست است، 2 امتیاز، تا حدی درست است 1 امتیاز، در مورد من صادق نیست 0 امتیاز. هر کدوم از این، یعنی اگر جوابتون کاملا درسته بزنید سوال شماره 1 2 امتیاز، تا حدی درسته سوال شماره 1 امتیاز، یا در مورد من صادق نیست 0 امتیاز. من یه توضیح بزنم، من یه توضیح بدم. ببینید تست که الان داره نشون میدم بهتون، الان تست رو یکی یکی سوالاش رو دارن بهتون نشون میدن. ببینید من پیشنهاد بهتون میکنم، میخوام یواش یواش بگم که شما گوش کنین حرفای من رو. یه ورق کاغذ بردارید، یه خودکارم همراهتون باشه، بعد یک ستون درست بکنین، حدوداً 30 تا عدد باید بذارین توش. آره 20 تا یا 30 تا؟ 30 تا دکتر. 30 تا. یه این ستون اولتون پس میشه شماره سوال. شماره سوال 1، شماره سوال 2، شماره سوال 3، شماره سوال 4 و الی آخر. بعد توی ستون بعدی شماره، اگر مثلا به سوال 1 که گفت شما میگین که نه در مورد من صادق نیست 0، این سوال 1 جلوی سوال 1 بزنید 0. از سوال 2 جلوش بذارین 2، سوال 3 جلوش بذارین 3. خب
وقتی 3 تاش تموم شد یه خط افقی بکشین، یعنی این 3 تا تکلیفم با این 3 تا تموم شد، بریم سراغ 3 تای بعدی. حالا چرا بعداً بهتون میگیم چرا این 3 تا با هم دیگه متفاوت هستن. ببخشید نیلوفر. خواهش می‌کنم. مرسی دکتر. سوال شماره 2. وقتی به آینده فکر می‌کنم همه چیز بسته و تمام شده به نظر نمی‌رسد. دیگه من گزینه‌ها رو نمی‌خونم که یه تمرکز داشته باشید برای جواب دادنش. سوال شماره 3. در بعضی لحظه‌ها بدون دلیل خاصی احساس سبکی و رهایی دارم. لطفاً اینجا طبق گفته دکتر یه خط زیر این سه تا پاسخ این 3 سوال بکشید. سوال شماره 4. بیشتر روزها شبیه هم می‌گذرند بدون اینکه تفاوت مهمی حس کنم. من باز تأکیدم اینه که همین الان منظور نیست. منظور اینه که به طور کلی مثلا توی یه ماه گذشته منظور یه همچین حالتی چگونه است، یعنی سوال رو توی یه بستره زمانی مشخصی توضیح بدین، نه اینکه الان چگونه هستین. حالا هوای الان شما رو نمیخوایم گفتگو بکنیم. سوال 5. کارها را انجام می‌دهم فقط چون باید انجام شود نه چون معنایی دارند. سوال شماره 6. وقتی به هفته‌ها یا ماه‌ها فکر می‌کنم حس می‌کنم فقط در حال رد شدن هستم. سوال شماره 7. قبل از هر تصمیمی بیشتر به این فکر می‌کنم چه چیزی ممکن است خراب شود. سوال شماره 8. آینده برایم بیشتر منبع نگرانی است تا امید. شماره 9. اغلب ترجیح می‌دهم کاری نکنم تا اینکه ریسک اشتباه کردن را بپذیرم. دوباره لطفاً یه خط بکشید زیر این 3 سال. شماره 10. حتی در شرایط محدود سعی می‌کنم راه‌های تازه‌ای برای زندگی پیدا کنم. شماره 11. وقتی با مسئله روبرو می‌شوم به جای تسلیم شدن دنبال شکل تازه‌ای از پاسخ می‌گردم. شماره 12. گاهی حس می‌کنم می‌توانم از دل وضعیت فعلی چیزی نو بسازم. سوال شماره 13. اغلب حس می‌کنم زندگی واقعیم هنوز شروع نشده است. سوال شماره 14. بیشتر تصمیم‌ها و خواسته‌هایم را به زمانی نامعلوم در آینده موکول می‌کنم. سوال 15. احساس می‌کنم فعلا فقط باید صبر کنم تا شرایط عوض شود. سوال شماره 16. اغلب نمی‌دانم واقعا چه می‌خواهم یا به کدام سمت باید بروم. سوال شماره 17. انتخاب کردن برایم سخت است حتی وقتی گزینه‌ها مشخصند.
سوال 18. آینده برایم شکل روشنی ندارد و نمیدانم از آن چه میخواهم. سوال شماره 19. وقتی به آینده فکر میکنم چیز روشنی برای دلخوشی نمیبینم. سوال شماره 20. حس میکنم تلاش کردن تفاوت زیادی ایجاد نمیکند. سوال 21. اغلب با خودم فکر میکنم که اوضاع احتمالاً بهتر نخواهد شد. سوال شماره 22. حتی وقتی مشکل مشخصی وجود ندارد احساس بیقراری دارم. شماره 23. فکر آینده باعث می شود ذهنم آرام نگیرد. سوال شماره 24. احساس می کنم همیشه باید آماده اتفاق بدی باشم. سوال 25. حتی کارهایی که قبلا برایم جذاب بودند حالا بی‌رمق شدند. سوال 26. گاهی حس می کنم هیچ چیز واقعا ارزش درگیر شدن ندارد. سوال 27. روزها می گذرند اما حس زنده بودن در آنها کمرنگ است. سوال 28. چیزهایی در زندگیم هست که برایشان واقعا انرژی می‌گذارم. سوال 29. وقتی به بعضی پروژه‌ها یا مسیرها فکر می‌کند درونم روشن می‌شود. سوال 30. احساس می‌کنم هنوز چیزی هست که دلم می‌خواهد به خاطرش جلو بروم. سلام، وقت بخیر. وقتی سال 22 رو من جا موندم، یه لحظه میشه دوباره تکرار کنیم؟ مرسی. لطفاً 29 رو هم بگید. خب. شماره 22. حتی وقتی مشکل مشخصی وجود ندارد احساس بیقراری دارم. سوال 29. وقتی به بعضی پروژه یا مسیرها فکر میکنم درونم روشن میشود. من فکر کنم دوباره باید سوالا رو بخونم اینجوری. نیلوفر فردا من یه سوال دارم. توی سال 19 2021 نمره دادنمون من اینو متوجه نشدم که باید به کدوم سمت بره، یعنی اصلا نفهمیدم این نمره مثلا 2 باشه چجوریه، 0 باشه چجوریه. مثل بقیه سوالا اگر این کاملا براتون درسته، یعنی کاملا درست شما رو توصیف میکنه تو 1 ماه گذشته، تو مدتی که این یعنی تو بازه زمانی طولانی. شماره 2 امتیاز داره. اگر تا حدی درسته راجع بهتون 1 امتیاز و در موردتون صادق نیست 0 امتیاز. مثل بقیه سوالا. اوکی. سوالشو البته الان ننوشتم، امتیازش رو دادم، وقت کنارش نوشتم این سوال البته الان گیت شدم. اوکی بریم. من تعجبم اینه که
بقیه سوالا رو شما چطور زدین؟ چون اینا در همه سوال یک شیوه. دقیقا نه گزینه‌های اوکیه، ولی اینو یه مقدار گیت دادم توی بله. پاسخ. پس تموم شد نیلوفر. بله 30 تا سوال تموم شد و این اسلاید آخر دسته‌بندی سوال ها هستش. آها. اگر لطف کنید این شماره سوالا یعنی شماره 1 2 3 رو امتیازها رو با هم دیگه جمع بکنید. شماره 4 5 6 رو با هم جمع بکنید و همینطوری به ترتیب 3 به 3 امتیازهای سوالات رو با هم دیگه جمع بکنید. در واقع چند تا عدد به دست میاد؟ 10 تا. 10 تا عدد به دست میاد. حال و هوایی که بیشترین امتیاز رو داره میشه حال و هوای غالب شما تو مدت زمانی که در نظر داشتید که این احساسات رو دارین تجربه میکنین و این موقعیت تکرار شونده براتون افتاده. نیلوفر میخوایم آهسته تر بریم این بحث جلو. بله. ببینید شما الان 10 تا عدد به دست آوردین که این 10 تا عدد رو به ترتیب، حتما به ترتیب، یعنی سوال 1 و 2 و 3 رو جمع امتیازاتی رو که دارین این میشه اولین چیتون، میشه اولین عددی که به دست آوردین. بعد 4 و 5 و 6 رو با هم جمع بکنین، اینو باید با هم جمع بکنین. در نتیجه ماکسیموم اعدادی رو که شما به دست میارین 6 هست و مینیمومش 0 هست. شما عددتون بین 0 و 6 باید باشه. 10 تا امتیاز شما باید به دست بیارین که اینجا کامل نیلوفر روی اسلاید به خوبی نشون داده. ولی باید بدونین که عددهای اول 1 و 2 و 3 اینو داره نشون میده، بنابراین اینا نباید قاطی بشه با هم دیگه. 10 تا عدد رو به ترتیبی که سوالات رو میخوند، این 10 تا عدد رو توی 10 تا عدد عمودی از 1 برین جلو. عدداتون باید حداقل 0 باشه و حداکثر 6. اگر بجز اینها باشه اشتباه کردین. 0 باید باشه و 6. خب پس من فرض رو بر این میگیرم که همه یک ستون دارن. این ستون 10 تا عدد هست که از عدد در واقع شماره در واقع اون 1 و 2 و 3 شروع شده تا 28 29 30. خب حالا نکته‌ای که الان وجود داره اینه که اگر شما، حالا بذارین یه مقدار مشخص‌تر بگم، محمد شما میتونین بگین عددتون چند شده؟ 1 2 3 تون اولی چند شد عددتون؟ استاد من رو میگین؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. عرضم به خدمتتون که قسمت اول 6 شد. 6 بله. یعنی 6 یعنی این که اون وقت به جز این عدد شما 10 تا عدد داریم، بازم 6 دارین یا نه؟ 2 تا دیگه دارم. میشه اون 2 تا هم بگین؟ از روی این چیز بگین. در واقع باید بگین قسمت چهارم، قسمت چهارم یعنی حضور خلاق و نوآفرین، این 2 تا، بعد و قسمت آخر شورش اشتیاق. دقت بکنیم ببینین الان ما میخوایم در مورد حال و هوایی که محمد داره تجربه میکنه این روزها، یکی سبکی، آرامش و گشوده بودن رو داره تجربه میکنه. این یک اصطلاحاً اگر بخوایم بگیم این یک در واقع حال و هوا تحولی، میتونیم بهش بگیم یک حال و هوای تحولی است. بعد میاد حضور خلاق و نوآفرین، باز یک حال و هوای تحولی هست و انتها هم میاد عدد دهمش هم گفتین 6 شده، توی شور و اشتیاق هستیشون. و دیگه حالا باید بریم ببینیم محمد چی کار کرده. یه احتمال هم وجود داره. محمد وجود داره. البته در مورد تو من تردید ندارم که این احتمال در مورد تو خیلی آدم خودشیفته است. آدم وقتی خیلی خودشیفته باشه خوبیه خودشو میبینه، بدیاشو نمیبینه. ولی در مورد تو میدونم که اینطور نیست و قاعدتا یکی از دلایلی که محمد عمدتاً توی حال و هواهای تحولی داره زندگی میکنه، یکی از دلایلش اینه که
در واقع حالا توی تحول درگیر بوده و خیلی هم فکر بله می‌کنم 2 دوره شما بودین تو دوره تحول، نه؟ بله بله پشت هم بود و اینکه اه، من 2 سال درگیر بودم و بله اوضاعی که حالا شما فرمودین از بعد جنگ برای من پیش اومد و تو جنگ اوج تحول بود. یعنی انگاری بذری که من تمام این چند سال 4 سال، من 4 سال پیش اومدم ماورا دیگه، شاید بله بله 4 سال پیش، اه، بذری که کاشته بودم تونستم توی جنگ برداشت بکنم و تمام این تحول و شکستن ایگو از یه دنیای مادی یه ذره به سمت آگاهی اومدم از بعد جنگ استارت خورده و و به یک مقدار پوچی اون بازیایی که درگیرش بودم توی جنگ خیلی نشون داد. بعدش درست. هم اومدم و الان اه، قسمت میشه چندم آخر دو این استراب من 1 دادم، بعد خودم جلوش نوشتم خب به خاطر شرایطه. خب آها. من درگیر بیزینسم ولی خب چون فکرشو میکردم و هی مشاوره میگرفتم و ضرر دادم، یه جاهایی ضرر دادیم به دلیل اینکه خب این کشتی داره سقوط میکنه، فقط باید سیف باشی. یعنی همه ضرر کردن، خب ما هم یه مقدار ضرر میکنیم ولی باز هی سعی میکنیم بالانس تر نگه دارم خودم رو. بله. اون در وقت این استراب رو هم به عنوان یه تجربه یه حال و هوا بله داشتی یا نه؟ من یاد ببین گرفتم حال و که هوا حالا ها، یعنی تو یه بله دفعه اصلا بله مثل که یه دیگی درست کردن به اسم استراب، تو رو کردن محمد رضا رو کردن تو اون دیگو درش آوردن. یه همچین حالتی بله استراب رو تجربه کردی؟ ب- ببینید شما در لحظه وقتی حالا مثال بیزینسی شو اگه بزنم، من در لحظه وقتی قیمت مس میریخت یا اوج میگرفت یه آدم میپاچه ولی این تایمش بسیار کوتاهه. نه اون احساسات اومد شما، اون احساسات بعد شماست. بعد من نگاه میکردم که آقا داریم خب داره چه اتفاقی میفته، این چه آسیبی میبینم. یعنی هم ساید افکتاشو میدیدم، هم معایبشو میدیدم، هم مزایاشو. بعد خب این استرابه با یه شیب ملایمی کم میشد. آره پس ببین الان استراب رو تو به عنوان یه حس داری تجربه میکنی، نه به عنوان یه حال، نه به عنوان یه حال و هوا. اینجا بس چیز است. ولی در حال خیلی ممنون. من فقط اینو بگم، من از حال و هوای استراب چون تو دوران جنگم تنها بودم و آها. بسیار فعال بودم، بعد خودم متوجه می شدم این حجم از فعالیت ورزشی، دوستا رو دیدن، کیر کردن آدما از استرابه. ولی به مرور از حال و هوای استراب من کلا اومدم بیرون. من الان در حال و هوای اون، حالا در تایید صحبت شما، در حال و هوای یه مقدار آرومیم آره بسیار در عالی. کل در کل. بله مرسی، بله ببخشید. جوابتون کاملا مشخص بود. مرسی از اینکه مرسی تجربتون رو گفتیم. ببینین مرسی از شما. خواهش میکنم ازم، شما یک ستون داریم، باید تو این ستون 10 تا عدد رو به ترتیبی که نیلوفر گذاشته بنویسین. اگر مثلا فرض بکنید که در ستون 1 در به اصطلاح عدد اول، که عدد اول نشون دهنده داره به یه شکلی داره اندازه‌گیری میکنه، به یه شکلی داره نشون میده که شما چقدر توی گشوده بودن و آرامش به عنوان یک حال و هوا چقدر مستقر هستین توی این حال و هوا. اگر مثلا امتیاز شما 1 باشه، 0 باشه اینجا، یعنی توی این حال و هوا نیستید. اگر مثلا فرض بکنین که 2 باشین اینجا، یعنی اینکه یه مقداری توی این حال و هوا هستین. همینطوری که به سمت 6 میرین، یعنی اینکه خیلی زیاد تو حال و هوا هستین. پس بنابراین مثلا فرض کن ناامیدی شما 1 2 3 4 5 6 7 میشه عدد هفتم شما. عدد هفتم شما مثلا فرض میکنید که بذار من از سعید بپرسم. بفرمایید سعید، شما دستورم بالاست. توی هفتمی چند امتیاز شما؟ امتیاز من توی هفتمی 1 هست آقای دکتر. 1 یعنی ناامیدی به شکل حالمندی توی زندگی شما وجود نداره. دقت بکنید این تست
برای اینکه بتونه حالمندی رو، این تست برای اینکه بتونه حالمندی رو نشون بده بسیار بسیار تست نامناسبیه. ما فقط داریم با حالمندی و با حال و هوا بیشتر داریم بازی میکنیم، ولی در هر حال یه گفته‌هایی هم داره، یه حرفایی هم داره میزنه. وقتی شما ناامیدی رو 1 میزنین یعنی تجربه نمیکنین حالمندی ناامیدی رو. ولی اگر بخوایم این رو استفاده بکنیم بگیم سعید میگه باشه من که ناامید نیستم دیگه، یعنی اینجوری یه مقداری تست رو خیلی جدی نگیریم، به خاطر اینکه این تست رو حداقل من اگر بخوام حالمندی شما رو تشخیص بدم لازم دارم 1-2 ساعت با شما خیلی عمیق با هم دیگه گفتگو بکنیم. و جالب بنابراین آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، و جالب آقای دکتر آیتم 8 هم 4، یعنی اضطرابم خیلی زیاده. آها الان 4 آیتم 8تون. بله بعد آیتم 8 4. الان 9 چنده؟ 9 2. 2. یعنی خب توی کسالت و ملال و ناامیدی و خوشبختانه توی اینا در واقع نیستم. توی این حالمندی ها رو تجربه نمی کنی. شور اشتیاق چطور چنده؟ شور اشتیاق 4. 4. این عمدتاً پس شما 5 تا عدد اولتون هم بگین سعید جان. عدد یعنی گروه اولم 5 بله 5، بعدی 4، بعدی باز 4، بعدی 3 و بعدیش هم 3 و قبل از ناامیدی هم 5. آره خیلی همین درسته که سوالات خیلی کمه و 30 تا سوال هست، ولی برای اینکه 2-3 بار ما این پرسشنامه رو عوض کردیم تا اینکه نهاییش رو الان زحمتش رو کشید نیلوفر، ولی همین الان من تقریبا دسترسیم به شما خیلی خیلی زیاد بالا رفت. الان میدونم چه چیزایی به شما بگم شما ناراحت میشین، چه چیزایی بگم خوشحال میشین. میدونم که الان تو چه چیزایی گیر میکنین. الان میدونم بگم کیفیت میشه خواب شما. بگین آقای دکتر؟ میشه بگین؟ من شاگردتونم بودم آقای دکتر، میخوام بگین. آها خب باخت این دیگه چیز میشه دیگه، این دیگه خیلی طول میکشه و نه شما میخوام صحبت جالبه، یه بکنیم. نمونه، یه کیس بسم آقای دکتر، جالبه بگین، جالبه برام. نه فقط ببینید شما خودتون روی حالمندی هایی که دارین چیز میکنین عمدتاً نگرانی و اضطراب توی زندگیتون بالاست. بله درسته. و حالا این خودش یواش یواش میاد خواب شما رو یه مقدار مختل میکنه، نگرانی، اضطراب، تصمیم گیری رو برای شما سخت میکنه و دیگه همجوری میشه، همجوری ادامه داد و رفت. منظورم اینه که با پیدا کردن حال و هوای سعید چقدر دسترسی آدم به اون بیشتر میشه و در نتیجه چقدر سعید دسترسیش به خودش بیشتر میشه. حالا ما اگر مثلا فرض بکنیم که بخوام یه دوره‌ای بگذاریم، حتما من یه پرسشنامه‌ای که حداقل 200 سوال داشته باشه به اضافه گفتگوی کوچینگی، گفتگوی 2 طرفه‌ای که با شما خواهم داشت، این اون وقت دقیقاً حال و هوا رو مشخص میکنه و به همین خاطر گفتم که بیشتر یک تاچ این گفتگویی که ما داریم. ولی خیلی ممنون سعید جان، کاملا مشخص بود که تمیز و درست حسابی زدی تستا رو، به خاطر اینکه سازگاری تو امتیازاتت خیلی بالا بود. دست شما در نکنه. ممنون آقای دکتر. ببینم نگرانی هم بالا هست یا نه، دیدم که بالا بود. اضطراب گفتیم بالاست، اضطراب ملال پایین است. این نشون میده که من بیشتر اینجوری میفهمم، نشون میده که نگرانی و اضطراب و این چیزایی که دارین برای اینکه دارین حرکت میکنین، دارین تکون میخورین، دارین میرین جلو، ولی این رفتن جلو با موانع خیلی زیادی شما دارین مواجه میشین و یه مقداری اضطراب شما رو داره میبره بالا و بسیار بسیار طبیعی هم. مثلا شما اضطرابتون بالا نره، اون وقت من تعجب میکنم چطور مثلا فرض کنید یه نفر داره تو این کشور کار میکنه و داره میره جلو ولی اضطرابش بالا نیست. حالا خدا رو شکر تو کشور نیستم آقای دکتر، خیلی وقت با اجازهتون رفتیم از کشور. نیستیم پس. خب بالاخره خدا رو شکر. شما یه ایرانی هستین، هر کجا که بریم با خودتون یه استراحت داشته باشید. بله درست. من رفته بودم به دکتر گفتم که گفت برای چی؟ گفت خوبی؟ گفتم آره. گفت خوشحالی؟ گفتم آره. گفت چطور خوشحالی؟ کره‌ای بود این دکتری که من باهاش صحبت می‌کردم. چجوری خوشحالی؟ گفتم مگه من نباید خوشحال باشم؟ گفت واقعا خیلی مشکل دارین شما تو کشورتون. گفتم ماها از اون نظر میگه. خب اون موقعی که میخوام بخوابم اینا دیگه میاد اختلال خواب ایجاد میکنه، نمیتونم بخوابم. خب اجازه بدین
مهدی هم صحبت بکنه. مهدی. بله آقای دکتر. بله خب شما ببینیم که تصویرم نمیدیم، ببینیم که مثلا امتیاز اولتون چنده؟ امتیاز اولم آقای دکتر 5. بله. همینجور بشمارین تا 10 امتیازتون رو بگین. امتیاز دومم 3، امتیاز سومم دوباره 5، امتیاز چهارمم دوباره 5، امتیاز پنجمم 3، امتیاز ششم 1، هفتم 0، هشتم 4، نهم 2، دهم 6. چیه الان اینو بهش میگن که معجون مهدیه، چون یه معجونی شد از آرامش و اضطراب و خیلی چیزا. اگر من باشم میگم که تست رو خوب نزدی، اگر من باشم، ولی نمیتونم قضاوت بکنم الان، ولی احتمالاً تست رو خوب نزدین، چه برای اینکه خیلی تناقض توش هست. این صفره رو توش گیر کردم که نفهمیدم، حالا سوالم پرسیدم نفهمیدم چی شد. چون تست رو باید چیز کرد دیگه، تست رو باید خیلی زیاد باش کار کرد. نگین. سلام آقای دکتر. من فکر کنم تا جایی که فکر میکنم درست دارم، ولی تناقض توش زیاده. یعنی ستای اول شده 5، بعد سری دوم شده 4، بعد 2، بعد 3، یعنی قسمت چهارم شده 3، قسمت پنجم شده 5، قسمت ششم شده 5، قسمت هفتم شده 1، قسمت هشتم 3، قسمت نهم 4 و قسمت دهم 5. خب این به خاطر نمیدونم، در حال یه مقداری مثلا باید گفتگو آدم بکنه برای اینکه نمیخونه با هم دیگه، و خودت هم گفتی که یه مقدار تجربه میکنی. ولی مثلا سعید دیدین که چقدر شسته رفته بود، یعنی کاملا مشخص بود. البته من بحثم این نیست که اعدادی که به دست اومده در مورد مهدیه و نگین اشتباه سینا، بحثم اینه که من هیچ سمت و سوی نمیتونم از توش پیدا بکنم، نیاز هست که مثلا با هم دیگه گفتگو بکنیم، فقط بحث اینه. خب اجازه بدیم بریم نگین. فریبا صادقی. سلام. سلام بفرم. من دو تا سوال پرسیدم ولی سوال آخرم رو جواب نگرفتم، و اینی که زمانی که تو آگاهی هستیم روی مودمون چطور خارج بشیم ازش. قبل از اینکه تحلیل کنی شاید این توضیح من توی تحلیل مفید باشه. من زمانی که مودم پایینه هیچ تصمیمی نمیگیرم، ولی زمانی که مودم بالاست و هیجان دارم تصمیمات زیاد و اساسی زندگیمو گرفتم. حالا بعضیاش درست بوده، بعضیاش غلط بوده. در کل نمیخوام توی این مود بالا تصمیم بگیرم، ولی همین اخیراً 10 روز پیش یه تصمیم بزرگ توی اون شرایط هیجانیم گرفتم که نباید میگرفتم. ولی الان بخوام اگه دسته‌بندی کنم، گروه اول 6 بودم، گروه دوم 0 بودم، گروه سوم 3 بودم، گروه چهارم 5 بودم، گروه پنجم 1 بودم، گروه 6 1 بودم، گروه 7 1 بودم، گروه 8 2 بودم، گروه 9 1 بودم و گروه 10 6. حالا شما تحلیل بکنید. هیچی دیگه، ما باید بیایم شما رو تو تهران پیدا بکنیم و جلوتون سینه بزنیم. نفرمایید. نه واقعا برای خودم جالبه این مدل. از نظر حال و هوا ببینید، همونطور که سلاله هم اشاره کرد، حال و هواها تفکیک میشن به حال و هواهایی که اصیل نیستن. یعنی من بیشتر آویزون دیگرانم، بیشتر بیرون میخوام مسئله رو حل بکنم، بیشتر خودم رو هنوز خوب نتونستم پیدا بکنم، در نتیجه حال و هواهای خاصی من رو میگیره. یه سری حال و هواهای تحولی هستن که مثلا نمونه‌اش رو در مورد سعید و در مورد بعضی از دوستان دیدین. شما همین بحثی رو که شما مطرح میکنین، شما هم خیلی حال و هواتون سمت و سوی تحولی داره و این خیلی خوب هست. کلاس 2 دوره شما هم اومدم، زمان کرونا 2 دوره پشت سر هم من اومدم، بسیار مفید بود. همینجوری من داشتم فکر میکردم ببینم بودین توی دوره ها، دیدم که خیلی خفیف، دیدم که یه چیزایی تو ذهنم اومد، ولی دیگه گفتم
خودتون گفتین الان، این است که خیلی باعث خوشحالی است که توی یک فضای حال و هوای چی هستین، حال و هوای تحولی هستین. فقط دقت بکنین حال و هوا پیچ و به قول مهره نداره که ما صفر شلش کنیم. حال و هوا رو باید نگهش داشت، باید حال و هوا رو نباید کنترلش کرد، نباید کم و زیادش کرد، نباید جلوش رو گرفت. باید از حال و هوا فاصله بگیریم. فاصله بگیریم یعنی از حال و هوا بیایم بیرون ببینینش، که این برون بودگی کاریست که خب معمولا شما خیلی خوب میتونین انجام بدین و بنابراین همین فاصله ای رو که شما دارین ایجاد میکنین منشأ آزادی شما از حال و هواست. نه اینکه حال و هوا بده شما باید آزاد باشین یا حال و هوا شما رو اسارت گرفته. بس اینا نیست. بس اینه که حال و هوا بر شما غالب نیست دیگه. شما در حالی که مثل ماهی توی آب هستیم ولی از آب و همه چیز میدونین. شما مثل ماهی سیاه کوچولو هستین که میدونین کاری که ماهی سیاه کوچولو کرده چیه؟ نه این کتابو همه باید بخونن. ماهی سیاه کوچولو یه دفعه از توی آب میپره بالا بعد میفته توی برکه. ببینید همینجوری که میپره بالا یعنی برون بودگی، یعنی بیرون میاد از آب و خودش میفهمه که توی مردابه و بعد میشه ماهی سیاه کوچولو. بنابراین ما هر کدوممون مثل ماهی سیاه کوچولو باید فاصله بگیریم از حال و هوا، یعنی بیام ازش بیرون اگه بخوام فاصله بگیرم و همین فاصله آزادی ما رو از چی نشون میده؟ از حال و هوا نشون میده. حتی اگر حال و هوای من تحولی باشه من با فاصله داشته باشم. کامل فاصله داشته باشم یعنی چی؟ خیلی حالم خرابه به این خاطر به این خاطر اوکی، غمم خیلی زیاد شده، اینجوری شده، غمم خیلی زیاد شده، یعنی خیلی اشراف پیدا میکنیم به همه چیز و این مسئله چیز رو حل میکنه، مسئله یه درگیر شدن با حال و هوا رو. من نمیدونم از زمانی کجا هستیم ولی سمیرا مرسی. فریبا خیلی تجربتون خوب بود. مرسی آقای دکتر، متشکرم. ولی خب جا داره بیشتر روش بکنم و حالا انشالله با شما بیشتر صحبت کنم. فاصله گرفتن کار راحتی نیست برام. دقیقا. سمیرا سلام، خوب هستین؟ مرسی. متشکرم. احوال شما؟ و خیلی خوشحالم بعد از چندین سال دوباره برگشت. از هر سال من توی یکی از دوراتون شرکت میکنم و تو مسیری که قرار اتفاقای خوب برام بیفته هر دفعه میخوام پله بعدی رو برم حتما یکی از کلاس‌های شما رو شرکت میکنم. این بار هم من ما هم آرزو کنیم قیافت همونجوری باشه که کف دستت نوشتی ترسیم کردی. بله و این بار تصمیم گرفتم که دوستان زیادی هم دعوت کنم و تعدادشون توی همین در واقع جلسه هستن. خیلی هم خوشحالم. اما اگر اجازه بدید میتونم این مواردم رو بخونم؟ نیاز می‌بینید؟ آهسته بگین. یک اولی 1 4 2 3 2 4 6 5 3 6 1 7 1 8 4 9 2 و 10 6. جواب خود من رو متعجب کرد چون فکر میکردم حال خیلی بدی داشته باشم و الان متوجه شدم احتمالاً نمیدونم چطوری. به خاطر استراب بالاتونه چون که یه دونه 4 دارم. بله، یعنی نشون میده که اون چیزی که خودتون فکر میکنین توی حال و هواهای به اصطلاح آرامش و توی حال و هوای شور و اشتیاق و یه مقداری توی حال و هوای انتظار هستین و این نشون میده که خیلی بودنتون از نظر حال و هوا خیلی بودن خوبیه. موفق باشید. ممنونم که به من وقت دادین. خواهش میکنم. این به اصطلاح یه شیوه، فقط اینقدر در موردش صحبت کردیم، شیوه چی هست؟ شیوه گفتگو هست، شیوه استفاده از این
اعداد و ارقامی که دارین و ما متاسفانه نمیتونیم، هرچند که خب روی چیز گذاشتیم براتون، ولی تست رو نمیتونیم بهتون بدیم به خاطر اینکه یه تست استاندارد نیست که بخواد بره بیرون. خواهشم این است که به کسی دیگه هم این تست رو ندیم، بذاریم فقط در حد این دوره ازش استفاده بکنیم و ما این تست رو فقط و فقط برای جلسه امروز مشخص کردیم. من برای اینکه 3-4 نفر دیگه دستشون بالاست، فقط لطفاً برای اینکه خیلی وقت گذشته بگین که چه عددی رو بالاترین عددتون چی، از پایینترین عددتون چی هست. از رویا شروع بکنیم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. ممنون. آقای دکتر خیلی برای من آگاهی داشت این جلسه و اولین باری هستش که اصلا توی جلسات شما وبینار شرکت میکنم. خیلی یعنی واقعا یه دریچه جدیدی برام باز شد. مرسی ازتون. منم بالاترین عددم مورد 4 که 6 شده، مورد 10 6 شده، مورد 1 که 5 و مورد 5م 3 هستش و مورد 8 هم 3 هستش و و مورد 6 و 9 هم 2. برام جالب بود، یعنی خیلی با هم انگار یه ذره متناقض هستش، اینکه مثلا حضور خلاق و نوآفرین یا شور و اشتیاق، چرا مثلا اینا که خیلی بالای 6 شده، چرا مثلا مورد 9 من کسالت و ملاله 2 شده، بی توجه اون مورد 6 بی جهتی و بلا تکلیفی چرا 2 شده مثلا؟ تناقض داره با هم؟ اگر ما یه کار ساده بکنیم، هر حال و هوا رو ما 3 تا سوال براش گذاشتیم. اگر برای هر حال و هوا به جای 3 تا سوال 10 تا سوال میگذاشتیم، بخشی از این ناهماهنگی که شما داریم میبینیم و بقیه دوستان میدیدن دیگه اون وقت به این شکل اینقدر این ناهماهنگی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب 3 تا سوال کمه واقعیتش برای یه حالمندی. حالا اون وقت شما ممکنه بگین که خب پس اگه کمه چرا پس این تست رو ما استفاده کنیم؟ خب دیگه نمیتونستیم به اندازه وقتی که ما الان داریم، الان کلی الان تقریبا داریم یواش یواش به ساعت 9 میرسیم و ما معمولا بحثمون 2 ساعت است و ما به تعدادی سوال انتخاب کردیم که بتونیم توی نیم ساعت نیلوفر این رو زحمت بکشه به ما بگه و همینم به دست اومد خوشبختانه. بنابراین گفتم زیاد وارد جزئیات نتایج نشیم، فقط یک برداشت کلی از این بکنیم که اگر ما بخوایم حال و هوا رو واقعا خیلی درست ببریم، برای من حداقل 100 تا سوال لازم داره. حداقل 100 تا سوال. خیلی ممنون رویا جان، مرسی. مرسی از شما، خیلی شفاف شد. ممنون. شما مهدی جان بفرمایید. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. مرسی از قبل از نتایجم بگم فقط بگم که من حالا دوره شما رو نه، اما یک دوره بودنی رو شرکت کردم که به نوعی دوره تحولی بود که تونست تقریبا وضعیت من رو تو چند ماه اخیر خیلی متحول کنه و حالا امتیازاتی که من دارم با توجه به وضعیت چند ماه اخیر هم زدم. مورد 1 5 شده، مورد 4 6، مورد 10 6، مورد 2 و 3 1 شده، مورد 5 2 شده، مورد 6 و 7 هم 0 شده و 8 و 9 هم 1 شده. این تقریبا چیزایی بود که خب من واقعا تو این دوره‌ای که رفتم دیدم خیلی من رو به یک ثباتی رسون و حتی اضطراب من رو کاملا حل کرد. خیلی بر من لذت بخش بود. در همین دوره مال انجنسیس بود، دوره بودن انجنسیس و وقتی ترایون جان. اگر نتایج اون دوره بوده چرا خوب کار کرده برای رو شما، ولی احتمالا خودتون هم واقعا نتایج اون دوره بود. من استراب. بله بسیار عالی. یه مقدار صداتون قطع میشه، من میرم با حسین و ریحانه صحبت بکنیم و با اجازهتون من تقریبا سالها درگیر استراب بودم. مرسی. بسیار عالی. حسین جان بفرمایید. سلام، درود بر شما. دکتر جان، من سال 96 کد 5 من خدمت شما میرسیدم، از بابل میومدم، اگه یادتون باشه. افتخار داشتم که دانشپذیر شما بودم.
مال من بفرمایید. بزرگواری. یکش شد 6، 2 شد 4، 3 1 4 6 5 3 6 3 7 0 8 2 9 4 10 6. آها، خیلی خوب. خدا خیلی برکت بهتون بده دیگه، بیشتر از این که دیگه نمیشه بشه که. و حالا دیگه واقعیتش اینه که توی شرایطی که توی اقتصاد ایران هست شما ناامیدیتون صفره، باید بیایم حلواتون کنیم دیگه. این دیگه میگذره از دیگه. و خیلی موفق بشین. خیلی امتیازها خیلی نشون میده که امتیازهای بسیار خوبیه. فقط توجه داشته باشین که ذهن شما داره امتیاز میده و ذهن شما خیلی صلاحیت دادن امتیاز نداره. شما تجربه خودتون رو باید ببینین و پاسخهایی که میدین وجودی باشه. اون موقع اون وقت ممکنه یه مقدار تعدیل بشه، ولی با توجه به سازگاری که پاسخهای شما داره همه نشون میده که خب هست دیگه، اینجوریه دیگه. و نباید که یه نفر که حالا هوای تحولی خیلی خوبی داره بگیم که تستش رو ذهنی زده. اینو که نمیتونیم بگیم. و من تبریک بهتون میگم. به عنوان نفر آخر بگیم که دکتر، چیزی که برای من خیلی عجیب بود، اولا تو هر کاتگوری تمام جوابام 1 امتیاز داشت، یعنی یا همه 2 بود یا 1 بود یا صفر، خیلی ناخواسته اتفاقی. بعد 1 و 4 و 10 6 شده که خب حالا با اون میگم پلنی که 1 و 4 و 10 شده، 3 6 7 0 شده، 3 6 7 0 شد و بقیهش هم 3 شد، یعنی کاملا حد وسط و امتیازام همه یکسان، یعنی اون 3 همه 1. بله بسیار تلاشم کردم واقعا. حالا این نتایجی که به دست اومد ریحان، این نتایجی که به دست اومد با گفتگویی که داشتی خیلی در ناسازگاری هست. در چی میبینی این رو؟ من ناسازگاری هستم. ببینید من گفتم مجبورم که خودم رو در بیارم. ترس و اضطراب و یه بخشی روزمرگی که به هر حال از یه تکراری داره میاد توش دارم میبینم، نگرانی، ترس. ولی مثلا ناامیدی 0 شده، چون من اصلا نمیتونم که ناامید باشم. یعنی اگر ناامید، نابودی مطلقه، یعنی مجبورم یه چراغ رو روشن نگه دارم. و خب حالا به قول دکتر ویکتور فرانکل که میگه اون چیزی که به زندگی نگهتون داشته، شما چیزی که منو به زندگی نگه داشته میدونید دیگه، به هر حال الان 13 سالشه و به خاطر اون مجبورم و هر روز دارم باهاش میرم جلو. و ما یه روم بودیم، ما نصف گفتگو رو توی ماشین با هم شنیدیم اتفاقا. و همه عجیب بود. بله در حال خیلی ممنون. و حالا نستم در حال به عنوان اینکه یه دستی به آتش بزنیم، یک به قول معروف یک چیزی برداریم، یک قاشقی بستنی بخوریم، ببینیم کدوماشو دوست داریم. در این فضا اگر ببینینش خب قاعدتا درست‌تر هست. و اگر نیلوفر شما نکته‌ای هست که بگین. اولا خیلی ممنون که اینقدر تر و تمیز و مخصوصا اون اسلاید آخر رو درست کردیم و بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. من کامل. مرسی. خواهش میکنم. سراله. نه دکتر، منم صحبتی ندارم. ممنون. خب بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی ممنون از حضور همه و بسیار سپاسگزارم از سلاله و نیلوفر که زحمت زیادی برای این وبینار کشیدن و بسیار سپاسگزارم از شما که تا همین الان هم 50 نفر موندن توی جلسه، علی‌رغم اینکه خیلی زمان گذشته. و امیدوارم که بتونیم از وبینارهایی که بتونه یک مقدار گشایش ایجاد بکنه باز مجددا خدمتتون ارائه بکنیم. شبتون بخیر و روزگار خوبی داشته باشید.